سلام علیکم. شوکت محمد با شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها: روی خط نوی اشخاص علاقمند با تروریسم بانک ملی تاجیکستان، محیدین کبیری تحت رقم 1، گلمراد حلیموف وزیر جنگ داعش تحت رقم 2260 از آخرین ها. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان وارد مسائل مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان می شود. پتنت پولی در روسیه باز هم گران می شود. زیاده از 8000 جنگندگان طالبان و دولت اسلامی در مرز تاجیکستان و افغانستان گرد آمده اند. بانک ملی تاجیکستان روی خط نوی اشخاص علاقمند با تروریسم را نشر کرده محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان را تحت رقم 1، محمد جان نوری پسر بزرگ مرحوم سید عبدالله نوری اساسگزار صلح و وحدت ملی تاجیکستان را در تحت رقم 2 قرار داده است. در همین حال گلمراد حلیموف وزیر جنگ داعش را از آخرین ها تحت رقم 2260 قرار داده است. این هم در حالی است که در عموم روی خط 2392 نفر را در بر میگیرد. در این روی خط که روز 8 اکتبر در سامانه بانک ملی تاجیکستان گذاشته شده است، تعجب آورش این است که محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف سازمان‌های سیاسی که به تمام طلبات‌های نظام مردم سالاری و تحملگرایی ارج می‌گذارد تحت رقم 1 آمده است، اما وزیر جنگ سازمان جنگجوی دولت اسلامی تحت رقم 2260 از آخرین های این روی خط. چندی از کارشناسان در صفحه شخصی خود در فیسبوک به این اشاره کرده گفتند فهمیده می شود حکومت تاجیکستان و امام علی رحمان به داعش که در عالم به وحشت افکنی و جنگجویی معروف است اصلا اهمیت قائل نیست و همه دعواهای مبارزه با تروریسمش دروغ است. معلوم می شود در لغت امام علی رحمان تنها آنها تروریست دانسته می شوند که تهدید به جایگاهش دارند. امروز دیدیم که در سایت بانک ملی لیست منتشر شده است که در آن نام‌های رهبری پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری و برخی اعضای خانواده‌اش و استاد شانعیمی کریم و استاد محمد سعید رضایی برادر بابا جان و ما و دیگر برادران و خواهران در آنجا ذکر شدند. این دلالت به چی میکند؟ به نظر من این لیست باز همون تصمیم های سراسیمه و عجولانه‌ای که حکومت جمهوری تاجیکستان پس از شکست در کنفرانس سحر از جمله همین واکنش های سرسری و اعمال عجولانه و سراسیمه است. ببینید، حکومت با این راه میخواهد که بالای مخالفین فشار روانی بیارد. نام محیدین کبیری و برادر محمد جان نوری و آنها را در اولی لیست گذاشته است تا اینکه در عموم بالای فعالان مخالفین تاجیکی در اروپا فعالیت میکنن بالای اون فشار روانی بیاد. ولی در اصل اگر نگاه کنیم این لیست خود یک ضربه به خود حکومت است. ببینید، در یک کشوری که 9 میلیون اهالی دارد 2400 نفر زیر تعقیب هست و این خیلی یعنی جایی این است که یعنی اینقدر آدم ها بخصوص یعنی عددی بسیاری از اونها زن ها هستند. واقعا این جای فکر کردن دارد. باید که چرا مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان از این اهالی که اینقدر خورده است فقط برای سیاه کردن شهروندان خود سعی و کوشش میکند. اگر این همون جزئی از همون اعمالی گفتیم که سراسیمه و سرسری و
یعنی برای زدن مخالفین هست. خیلی که چند پیش چنین عمل هم صورت گرفت، پیمان ملی رو همچون حزب سازمان تروریستی اعلام کردن. این ادامه همون هست، ولی متاسفانه خیلی که میبینیم نه بر این کارها با مثلا ضرری مخالفین هست، همه این کارها برعکس شما میتوانید با آسانی کمبودهای حکومت ببینید و چه سراسری و چه یعنی سراسیمه و سرسری موقف میگیرن و اگر قهر کردن میتوانیم بگیم که بینیشون بگزن و از خودشون ناراحت شوند. بانک ملی تاجیکستان همچنین در روی خط سیاه دیگری خود سازمان‌های تروریستی و افراطی را عبارت از 9 سازمانی در تاجیکستان تروریستی اعلان شده و 10 سازمان افراطی اعلان شده را نشر کرده است. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان وارد مسائل مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان می شود. معاون رئیس این حزب محمود آدینایف به این هدف و با سپارش حزبش سفری کاری به کشور همسایه انجام داده است. در صحبت با رادیوی پیام آدینایف گفت که هدف از این سفر اجرای 4 سپارش بود که از رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گرفته است. یکم، مقرر کردن امکانیت و سمت‌های اساسی همکاری با جمعیت تاجیکان قرقیزستان، شناس شدن با سمت‌های اساسی فعالیت این جمعیت و فعالیت و نقشه‌های آن. دوم، شناس شدن با محیط فعالیت وسایط اخباری عامه و ژورنالیستان قرقیزستان و مقایسه آن با وسایط اخباری عامه و محیط فعالیت ژورنالیستان تاجیکستان. سوم، تشخیص موقع جمعیت تاجیکان قرقیزستان، وسایط اخباری عامه و ژورنالیستان این کشور نسبت نزاع مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان. چهارم، تحلیل وضع عمومی سیاسی و نظام حزبی قرقیزستان. آدینایف میگوید وسایط اخباری عامه قرقیزستان در آزادی کل فعالیت میکند و این به مردمش امکان میدهد که حرف خود را به مقامات کشورش رساند و از حکومت حسابات طلب کند. بنابر آزادی مطبوعات حکومت مجبور است به حرف مردمش گوش کند. آدینایف تاکید کرده گفت در همین بحث‌های مرزی نیز حکومت قرقیزستان از موقع مردمش حمایت میکند. آن امروز ما تصمیم گرفتیم که یعنی که همکاری با قرقیزستان یعنی که تاجیکستان قرقیزستان همکاری کنیم. من اون نزاع اون در قلمرو بین سرحد تاجیکستان یعنی که واروخ و دیگر جاها رخ می‌دهد پیگیری کنیم. انا امروز خودش بی‌طرف نباشیم. نه اینکه یک تقدیر ما است، تقدیر آینده ملت ما است. البته بی‌طرف نبودن اکو فکر اندیشه مردم رو گرفت. اگر ببینید علاقه از شهروندای ما یعنی که بعد همین نزاع چند نفر از دینو گذشتن، چشم پوشیدن. علاقه مرگی نفرانی که عموما گناه نداشتن، چی شهروند ما چی شهروند قرقیزستان، کدام از اینا که نباشد بجنگند شاهان بمیرند فقیران. همین خلاصه همین است، نه دیگر چی. نتیجه همین بود که انا امروز خودش ببینید اون زندگی که مردم قرقیزستان میبرند بهتر از ما است. نتیجه وسایط اخباری عامه که در قلمرو قرقیزستان عملی میکند، چی خصوصی چی دولتی، بهترین است. ما باید عبرت گیریم از قرقیزستان برای وسایط اخباری عامه خصوصی یا جمعیتی. ببینیم با چشمان شده ببینیم که تا چی درجه دموکراتیا یعنی که موجود هست در قرقیزستان جمهوری. شام دیروز رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری نیز گفته بود مردم و حکومت قرقیزستان از همدیگر در نزاع مرزی با تاجیکستان حمایت میکنند و این است که همیشه در این بحث پیروز هستند. سر از سال 2020 ارزش پتنت برای مهاجران کاری در شهر مسکو روسیه و اطراف آن باز هم گران می شود. قرار مذکور در جلسه ریاست حکومت شهر مسکو گرفته شده است و شهردار مسکو تصمیم قیمت نمودن پتنت را به کاهش دادن سطح جنایتکاری میان مهاجران ارزیابی نموده است. گفته می شود همکنون نرخ پتنت از 5000 روبل روسی تا 5350 روبل گرانتر می شود.
ارزش پتنت برای مهاجران مهنتی در مسکو هر سال گفتنی است که گران می شود. اگر سال 2018 ارزش پتنت 4500 روبل بود، با گذشت همگی 2 سال آن را تا 5350 روبل قیمت‌تر نمودند. ارزش میانه پتنت در تمام منطقه های روسیه به 3900 روبل برابر است. قبلا رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از مقامات درخواست کرده بود که گرفتن پتنت را برای مهاجران مهنتی دسترس کنند و به آن دیگر گرانی را ضم نکنند. همچنین هفته پیش وزارت مالیه به دومه دولتی لایحه‌ای را پیشنهاد کرده بود که طبق آن باید نظام پتنت از میان برداشته شده مهاجران کاری با سپاریدن انداز رسما با اجازتنامه کاری در کارخانه‌های دولتی روسیه می توانستند کار کنند. در حال سرگئی سابیانین شهردار مسکو از پایین بردن سطح جنایتکاری مهاجران کاری حرف میزند که در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها نفر از قانون‌شکنی‌ها و مناسبت‌های غیر اخلاقی کارمندان مقامات انتظامی نسبت مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی پهن شده است. باید گفت نه فقط در مسکو شرایط حقوقی مهاجران کاری وخیم ارزیابی می‌شود، بلکه در دیگر شهرهای روسیه نیز احوال همین است. برابر بالا رفتن نرخ پتنت و مشکل شدن شرایط بدوباش، وضع حقوقی مهاجران نیز تا رفت بدتر می‌شود. امروز در شبکه‌های اجتماعی نواری پیدا شد که چند نفر از مهاجران کاری تاجیک در شهر سنت پترزبورگ از مناسبت بدی پلیس با لحن تند شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند در این باره به سفارت تاجیکستان زنگ زده کمک پرسیدند ولی کسی جواب نگفته است. اینه توجیکا را نگاه کنی همش در عدیله نیرانیشون پاسپورتای همه را گرفتگی ما را در ماشین محکم کردن در والده که هوا نمیدونه اینا بچه قریب بوم بره روزی پاسپورت شما در تام دونسته پاسپورت ما گزینه تنیلی چه موزی در میدون ما را پاسپورت نگیستن این بچه را خلق کردن خطی مویا جویا اینا بارو نبینه بارو بریده ای باید سیماس دادم که داره بشکم اندک نمیبره نمیکنیم قدری توجیکا بیچیه پاسپورت زنگ زدیم اتیچت نمیتیه بگه که توقت که اینه حالی بچه ما ویدیو رولک میکنم پاسپورت ما دستگیری مردمی توجیک سه تا نامر برنامه خدا انتلری هستیم زن زده یکم از اتیچت نمیکنم چخیلی دستگیریم براتانه اولی که خطانه برزنی خطانه نمخلی کنه چخیلی میشه برنامه خدا همتون کو شکمی خطانه فکر میکنه نمیدونن که دایجه مردمی توجیکی خیلی از اون کج دستن اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه واحدی به گزارش می‌دهد. بیش از 8000 جنگندگان طالبان و دولت اسلامی در مرز تاجیکستان و افغانستان گرد آمدند. در این باره سردار خدمات هماهنگسازی شورای فرماندهان قشون‌های مرزبانی اتحادیه دولت‌های مستقل خبر داده از تجمع زیادی جنگیان طالبان و دولت اسلامی هشدار داده گفت که وضعیت در سرحد میان تاجیکستان و افغانستان بسیار متشنج است. طور خبرگزاری اسپوتنیک اطلاع می‌دهد به گفته الکساندر منیلوف سردار خدمات هماهنگسازی شورای فرماندهان قشون‌های مرزبانی اتحادیه دولت‌های مستقل جنگندگان اصلا از منطقه‌های درگیر در سوریه و عراق آمده در نزد مرز تاجیکستان با افغانستان گرد آمدند. منیلوف گفته که اکثر جنگجویان در مرز جمع آمده را شهروندان قفقاز و افریقا تشکیل می‌دهند. خبری بیش از 8000 جنگندگان طالبان و دولت اسلامی در مرز تاجیکستان و افغانستان گرد آمدند در حالی است که عبدالستار شاهیان معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان نیز ضمن برآمدش در مجلس نمایندگان تاجیکستان از ناامنی در سرحد هشدار داده بود. شاهیان وکیلان پارلمان را هشدار داده گفته بود که رخنه کردن مرز دولتی تاجیکستان از جانب گروه‌های تروریستی و جدایی‌خواه از احتمال دور نیست. بنا به معلومات داده شاهیان به پارلمان تاجیکستان، گروه‌های جنگجو برای از خود نمودن تمام نازکی‌های سرحد موثرترین تکنولوژی را به کار برده ایستادند. شامگاه پنجشنبه 17 اکتبر مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که به ترکیه سفر کرده است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلان کرد که دو طرف به سازش رسیدند که در شمال و شرق سوریه آتش‌بسی موقتی شود.
آقای پنس در نشست خبری در سفارت امریکا در انقره گفت عملیات نظامی ترکیه به مدت 120 ساعت حدود 5 روز ختم می شود تا نیمه نظامیان کرد از خط تعیین شده یعنی 32 کیلومتری مرز عقب نشینی کنند و پس از آن عملیات پایان خواهد یافت. اما مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته که این آتش بس نیست بلکه فقط قطع موقتی عملیات است. در همین حال مظلوم عبدی فرمانده نیمه نظامی کردها گفته است آنها آتش بس در شهرهای رأس العین و تل الابیض را رعایت خواهند کرد. هرچند گفت که ما درباره آتش بس در دیگر شهرها و منطقه ها گفتگو نکرده ایم. ترکیه نیمه نظامیان کردی واحدهای مدافع خلق را سازمانی تروریستی می‌خواند و میگوید که تا 35 کیلومتری داخل خاک سوریه منطقه امنی این کشور است. دیروز 17 اکتبر روزی باوراره برای ورزشگران تاجیک بود. در این روز ورزشگران تاجیک در 3 ساحه ورزش به قهرمانی دست یافتند. این ساحه‌ها جودو، باکس و قایقرانی است. هرچند قایقرانی رشد چندانی در تاجیکستان ندارد اما قهرمان تربیت کرده است. سامان محمدبکov جودوچی جوان تاجیک و نماینده سلاله محمدبکov ها در مسابقات جودوی جهان که در مراکش پایتخت مغرب برگزار گشت با پیروزی‌های دیدنی به همه رقیبانش عنوان قهرمانی جهان بین جوانان را به دست آورد. در مسابقات قهرمانی آسیا آید به باکس که در حجیره امارات متحده عربی جریان دارد، مشتزنی جوانی تاجیک عبدالرحیم یعقوبوف عنوان قهرمانی این قاره را به دست آورد و صاحب مدال طلا شد. او در وزن 54 کیلو برآمد می‌کرد و در راه به فینال نمایندگان کویت، بوتان و ایران را از پا درآورد. در بازی نهایی عبدالرحیم بر مشتزن قزاق نورسلطان السینبکوف پیروز شد. در همین مسابقات در وزن 52 کیلو ابوبکر مرادوف ورزشگران از قرقیزستان، کره جنوبی، افغانستان و هند را مغلوب کرد. تنها در فینال به نماینده قزاقستان روسلان کوزیبای بازی را باخت و به عنوان نایب قهرمان دست یافت. در قهرمانی جهان و آسیا آید به مسابقه قایقرانی در بیدرکه و کنایه مسافه های کوتاه و میانه که در شهر شواسیندی چین دیروز 17 اکتبر شروع گردید، ورزشگر تاجیک شهریار دامینوف در کنایه یک نفسی S1 به مسافه 3600 متر به مصاف آمد و مدال نقره قهرمانی آسیا را صاحب گشت. اینجا برنامه امروزی ما به نهایت خود رسید. الله مهربان حفظتان کند. خیر تا هفته دیگر.